وزارت اطلاعات ایران روز 7 نوامبر سال 2022 با نشر یک اطلاعیه رسمی خبر داد که همه 26 نفر دستگیر شده در رابطه به حمله تروریستی روز 26 اکتبر به مکان برای شیعه مقدس شب چراغ در شهر شیراز غیر ایرانی بوده شهروندان آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان می باشند. بنا به اطلاع وزارت اطلاعات ایران که امور امنیت جمهوری اسلامی را بر دوش دارد درباره بازداشت‌های صورت گرفته در جریان تحقیق پرونده حمله شیراز جزئیات دیگر نداده است. این بار اول است که یک شهروند تاجیکستان در ایران با اتهام دست داشتن در حمله تروریستی دستگیر می شود. بنا به بیانیه وزارت اطلاعات ایران، شهروند آذربایجان از فرودگاه باکو به تهران آمده بعد ورودش به قلمرو ایران به نمایندگان سازمان تروریستی داعش در آذربایجان و سپس در افغانستان تماس گرفته خبر داده است که الکی در داخل ایران است. مطبوعات ایران شهروند دستگیر شده افغانستان را محمد رامیز رشیدی با لقب ابو بصیر و شهروند دستگیر شده تاجیکستان را صباحان کمیرونی با لقب ابو عایشه نام بردند، ولی ظاهرا صباحان کمیرونی اسم اصلی او نیست، چون که این نام و نسب خاص ساکنان تاجیکستان نیست. روز 26 اکتبر سال 2022 سه نفر سلاح به دست با ماشین پیژو از طرف کوچه نهم وارد میدان نزد حرم شاه چراغ در شهر شیراز استان فارس شده بالای ازدحام زائران آتش کشیدند. در نتیجه دست کم 15 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شده، 27 نفر جراحت برداشتند. گفته می شود که تیرانداز را کارمندان پلیس امنیتی با آتش جوابی مجروح و دستگیر کردند، ولی او در بیمارستان جان باخته است. معلوم نیست که این تیرانداز کشته شده همان شهروند تاجیکستان بوده است یا کسی دیگر. مقامات ایران این حمله را کار دست جنگیان داعش نامیدند. جنگجویان داعش در گذشته نیز به ضد شیعه در افغانستان و پاکستان و کشورهای دیگر چندین حمله تروریستی انجام داده بودند. اما روز 3 اکتبر رئیس مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران محمد باقر قالیباف اسرائیل را به دست داشتن در تشکیل حمله شیراز عیبدار کرد. از آن قبل روز 28 اکتبر امام نماز جمعه تهران امریکا را تشکیل کننده حمله شیراز نامید و گفت جمهوری اسلامی انتقام این خونریزی را از واشنگتن خواهد گرفت.